خلاف منهج حرکت کردن گمراهی است، اگرچه ظاهرش هم نیک باشد. کلیه بدعت‌هایی که در دین ایجاد میشه ظاهرش زیبنده است. بدعت که کار فساد کسی با بدعت نمیکنه، که کارهای نیک ذات از جنس کار نیک انسانی اختراع میکنه از پیش خودشون و این سبب بدبختی میشه، سبب گمراهی میشه. و رسول صلی الله علیه وسلم مراقب بود که چنین چیزهایی اختراع نشه، چنین چیزهایی اتفاق نیفته. فرمود من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کس کاری را انجام بدهد که دستور ما یعنی شریعت بر بودن آن صادر نشده باشد، در عبادات مقصود است، اون رد است، اون مردود است، اگرچه ظاهر خوبی هم داشته باشه.